دوستان سلام، خیلی مخلصیم. امروز میخوایم بریم گنتینگ. بیا با هم آماده‌شیم که بریم دیگه. بهتون بگم که گنتینگ واسه شمال مولزی میمونه که جای خفنیه، جای سردیه. بعد میریم یه شاهی میزنیم، یه جای خفنی. بعد چه جوش کیری زدیم باش. بیا آماده‌شیم بریم دیگه. خب نوشیدنیامون اومد. این اصلا یه چیز عجب غریبه. پرل داره، مثل چیز واقعا نمیدونم چی میشه تو فارسی. What is pearl? pearl چی میشه تو فارسی؟ مرواریت دامست. مرواریت دامست. بچه‌ها اینجا مرواریت دامست داریم. بذار ما هم یه تستی بکنیم. These pearls are made of brown sugar and this one is lemon and tea. It's herbal. خیلی خوشمزه است. These have a memory. I don't know. بیا بالا. خب این الان چجوری میخواد بیاد بالا؟ خب روش خوردن اینو نشون میدیم به ما. حتی یه تونه هم نیومد. من ندیدم. دوستان غذامون اومد. من نودل گرفتم با پورک چیه؟ گوسفنده؟ پایه باقره. Why you order this one for me? دوستان به اینا میگن چاپستیک. ما چون خیلی خفنیم از این استفاده. Sorry. بکس اومدیم اینجا یه دونه وافل گرفتیم. بعد این طعمش چیزه کره بادوم زمینی با فکر کنم ژله هم هست چیه. بعد اومدیم یه جای خیلی خفن. اینجا خیلی کرده است. جاتون خالی. خب دوستان برگشتیم به خانه خسته پاره. بقیه‌اش ریکورد نکردم واسهتون. این جوشه واقعا رو اعصابم. خب من این شکلی حرف میزنم. رفتیم یه چیزی خوردیم، چند تا خرید کردیم، بعد دیگه اومدیم خونه دیگه. بعد یه پسر بودش گیتار میزد، منم رفتم گیتارش رو دزدیدم، یه ذره خودم زدم. آره دیگه، امیدوارم لذت بردین از ویدیو و see you in the next one. Cheers.